حدیث قدسی. فضیلت شوق دیدار الهی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شعیب از عشق خدای متعال چندان گریست که نابینا شد. پس خداوند بیناییش را به او بازگرداند. دیگر بار گریست تا آنکه نابینا شد. خداوند دوباره بیناییش را به او باز پس داد. باز هم آنقدر گریست که کور شد و خدا دوباره بینایش کرد. مرتبه چهارم خداوند به او وحی فرمود: ای شعیب، تا کی به این وضع ادامه خواهی داد؟ اگر از بیم جهنم گریه می کنی تو را امان دادم، و اگر به شوق بهشت است آن را ارزانیت داشتم. شعیب عرضه داشت: معبود من و سرورم، تو می دانی که گریه من از بیم دوزخ است و نه از به شوق بهشت، بلکه دلم بسته محبت و عشق توست. پس صبوری نمی توانم مگر آن که تو را ببینم. خدای عزوجل به او وحی فرمود: حال که چنین است، هم سخنم موسی کلیم الله را خدمتگزار تو خواهم کرد. علل الشرائع، صفحه 74.